داستان سوم، آغاز تمدن. در آغاز مردمان پراکنده می‌زیستند و پوشش از برگ می‌ساختند و خورش آنان از گیاه و میوه درختان بود. کیومرث پادشاه نخستین جهان مردمان را گرد کرد و به فرمان خود درآورد و آیین شاهی را بنیاد گذارد و مردم را به خورش و پوشش بهتری رهبری کرد. سیامک به دست فرزند اهریمن کشته شد و امان نیافت تا در این راه گامی بردارد. هوشنگ. اما هوشنگ پادشاهی هوشمند و بینادل بود و به آبادانی جهان کمر بست. هوشنگ نخستین کسی بود که آهن را شناخت و آن را از دل سنگ بیرون آورد. چون بر این فلز گرانمایه دست یافت، پیشه آهنگری را بنیاد گذاشت و تبر و اره و تیشه از آهن ساخت. چون این کار ساخته شد، راه و رسم کشاورزی را آغاز کرد. نخست به آبیاری گرایید و با کندن جویها آب رودخانه را به دشت و هامون برد. آنگاه بذر افشاندن و کاشتن و درودن را به مردمان آموخت و مردان کارآمد را به برزگری گماشت. بدین گونه کار خورش مردمان به سامان رسید و هر کس توانست در خانه خود نان فراهم کند. در کیش و آیین و یزدان پرستی هوشنگ پیرو نیای خود کیومرث بود. گرامی داشتن آتش و نیایش آن نیز از زمان هوشنگ آغاز شد. چه نخست او بود که آتش را از دل سنگ پدیدار کرد. پدیدار شدن آتش. و آن چنان بود که یک روز هوشنگ با گروهی از یاران خود به سوی کوه می رفت. ناگاه از دور ماری سیاه رنگ و تیزتاز و هولانگیز پدیدار شد. دو چشم سرخ بر سر داشت و از دهانش دود برمیخاست. هوشنگ دلیر و چالاک بود. سنگی برداشت و پیش رفت و آن را با نیروی تمام به سوی مار پرتاب کرد. مار پیش از آن که سنگ به وی برسد از جا برجست و سنگی که هوشنگ پرتاب کرده بود به سنگی دیگر خورد و هر دو در هم شکستند و شراره های آتش به اطراف جستن کرد و فروغی رخشنده پدید آمد. هرچند مار کشته نشد، اما راز آتش گشوده شد. هوشنگ جهان آفرین را ستایش کرد و گفت: این فروغ ایزدی است، باید آن را گرامی بداریم و بدان شاد باشیم. چون شب فرا رسید، فرمان داد تا به همان گونه شراره از سنگ جهاندند و آتشی بزرگ برپا کردند و به پاس فروغی که ایزد بر هوشنگ آشکار کرده بود جشن ساختند و شادی کردند. میگویند جشن سده که نزد ایرانیان قدیم بسیار گرامی بود و به هنگام آن آتش می افروختند، از آن شب به یادگار مانده است. کوشش هوشنگ به اینجا پایان نگرفت. فر ایزدی با وی بود و او را بر کارهای بزرگ توانا می کرد. هوشنگ بود که دامهای اهلی را چون گاو و خر و گوسفند از دامهای نخچیری چون گور و گوزن جدا ساخت تا هم مایه خوراک مردمان باشد و هم در ورزیدن زمین و کشاورزی به کار آید.
از جانوران دونده آنها را که چون سنجاب و قاقم و روباه و سمور پوست نرم و نیکو داشتند برگزید تا مردمان پوست آنها را بر خود بپوشند. بدین گونه هوشنگ عمر خود را به کوشش و اندیشه و جستجو برای آبادانی جهان و آسایش مردمان به کار برد و جهان را آبادتر از آنچه به وی رسیده بود به طهمورث سپرد. طهمورث طهمورث کارهای پدر را دنبال کرد و بر دانش و آگاهی مردمان افزود. او بود که نخست رشتن پشم بره و میش را به مردمان آموخت و آنان را به بافتن جامه و فرش راهنما شد. او بود که سبزه و کاه و جو را خورش دامهای اهلی قرار داد. جانوران شکاری را نیز نخست او برگزید. از ددان رمنده یوز و سیاهگوش را و از پرندگان تیز چنگ باز و شاهین را او رام کرد و شیوه تربیت آنان را برای شکار او به مردمان آموخت. ماکیان و خروس را نیز او به خانه ها آورد. طهمورث با دیوان و با آفتهای جهان ستیزه کرد و آنها را در هم شکست و فرو نشاند. نوشتن خط نیز از زمان وی آغاز شد. با این همه هنوز دانش مردمان فراوان نبود و آموختنی بسیار بود. طهمورث جای به جمشید سپرد و جمشید بود که به کمک فر ایزدی و نیروی اندیشش آیین زندگی را رونق بخشید و دانش‌های نوین به مردمان آموخت. جمشید با فر و شکوه بسیار به تخت نشست و بر همه جهانیان پادشاه شد. دیو و مرغ و پری همه در فرمان او بودند و در کنار هم به آسایش میزیستند. جمشید هم شهریار بود و هم موبد. کار دین و دولت هر دو را هرمزد به دست وی سپرد. نخستین کاری که جمشید پیش گرفت ساختن ابزار جنگ بود تا خود را بدانها نیرو ببخشد و راه را بر بدی ببندد. آهن را نرم کرد و از آن خود و زره و جوشن و خفتان و برگستوان ساخت. 50 سال در این کوشش به سر آورد و گنجینه ای از سلاح جنگ فراهم ساخت. آنگاه جمشید به پوشش مردمان گرایید و 50 سال دیگر نیز در آن صرف کرد تا جامعه بزم و رزم را فراهم آورد. از کتان و ابریشم و پشم جامه ساخت و همه فنون آن را از رشتن و بافتن و شستن و دوختن به مردمان آموخت. چون این کار نیز به پایان آمد، جمشید پیشه های مردم را سامان داد و اهل هر پیشه را گرد هم جمع کرد. همه مردمان را به 4 گروه بزرگ بخش کرد. یکی مردان دین که کارشان پرستش کردگار و کارهای روحانی بود، اینان را در کوه جای داد. دیگر مردان رزم که آزادگان و سربازان بودند و کشور به نیروی آنها آرام و برقرار بود. سوم برزگران که کارشان ورزیدن زمین و کاشتن و درودن بود و به تلاش و کوشش خود تکیه داشتند و به آزادگی میزیستند. مزد و منت از کسی نمی بردند و جهان به آنان آباد بود. چهارم کارگران و دستورزان که به پیشه های گوناگون وابسته بودند.
جمشید 50 سال دیگر نیز در این کار به سر آورد تا کار و پایگاه و اندازه هر کس معین شد. آنگاه جمشید در اندیشه خانه و ساختمان افتاد و دیوان را که در فرمان او بودند گفت تا خاک و آب را به هم آمیختند و گل ساختند و آن را در قالب ریختند و خشت زدند. سنگ و گچ را نیز به کمک خواستند و خانه و گرمابه و کاخ و ایوان بپا کردند. چون این کارها فراهم شد و نیازهای نخستین برآمد، جمشید در اندیشه آراستن زندگی مردمان افتاد. سینه سنگ را شکافت و از آن گوهرهای گوناگون چون یاقوت و بیجاده و فلزات گرانبها چون سیم و زر بیرون آورد تا زیور زندگی و مایه خوشدلی مردمان باشد. آنگاه در جستجوی بوهای خوش برآمد و بر گلاب و عود و عنبر و مشک و کافور دست یافت. سپس جمشید در اندیشه گشت و سفر افتاد و دست به ساختن کشتی برد و بر آب دست یافت و با کشتی از کشوری به کشور دیگر رفت. 50 سال دیگر نیز در این کار سپری شد. عید نوروز. بدینسان جمشید با خردمندی به همه هنرها دست یافت و بر همه کارها توانا شد و خود را در جهان یگانه دید. آنگاه انگیزه برتر و والاتری در او بالا گرفت و در اندیشه سیر در آسمانها افتاد. فرمان داد تا تختی گرانبها برایش ساختند و گوهری بسیار در آن نشاندند. جمشید بر آن نشست و سپس به دیوان که بنده او بودند فرمان داد تا تخت را از زمین برداشتند و به سوی آسمان برافراشتند. جمشید در آن چون خورشید تابان نشسته بود و در هوا سیر می کرد. این همه را به نیروی فر ایزدی می کرد. جهانیان از شکوه و توانایی وی خیره ماندند. گرد آمدند و بر بخت و فرش آفرین خواندند و بر او گوهر افشاندند و آن روز را که نخستین روز فروردین ماه بود نوروز خواندند و جام و می خواستند و به شادی و رامش نشستند. هر سال آن روز را جشن گرفتند و شادمانی کردند. عید نوروز از آنجا پدید آمد. جمشید 300 سال نیز بدین سان پادشاهی کرد. در این مدت مردم از رنج و مرگ آسوده بودند. وی چاره دردمندی و بیماری و راز تندرستی را پدیدار کرده بود و به مردمان آموخته بود. در روزگار جمشید جهان آرام و شادکام بود و دیوان بنده‌وار در خدمت آدمیان بودند. گیتی پر از نوای شادی بود و یزدان راهنما و آموزنده جمشید.